عجیبترین مکانهایی که مردم در آن زندگی کردند. شاید به نظرتان زندگی در یک دژ نگهبانی دریایی متروک یا نوک یک صخره غیر قابل باور باشد. اقامت در ساختمانی 92 سانتی متری چطور؟ آدم‌هایی هستند که در این فضاها زیستند. در این ویدیو عجیبترین این مکانها را با هم مرور می‌کنیم. پیش از هر چیز روی دکمه سابسکرایب و زنگوله بزنید تا ویدیوهای دیدنی دیگر ما را از دست ندهید. زندگی در داخل یک بوئینگ 727 چطور به نظر می رسد؟ احتمالاً تا کنون با مواردی مواجه شده اید که افرادی به دلیل شرایط مالی یا اجتماعی به جاهای بد و کوچک پناه می برند، اما همیشه هم چنین نیست. دیده شده که آدم‌های ثروتمند هم با یک ایده دیوانه‌وار دست به انتخاب‌های خاص زده باشند. زندگی در یک هواپیمای بوئینگ مصداق آن است. بروس کمپبل، مهندس حرفه‌ای، یک هواپیمای از کار افتاده را خرید و آن را بدل به جایی غیرمعمولی برای زندگی کرد. این هواپیمای تجاری 3 موتوره روی ستون‌های بتونی در منطقه‌ای جنگلی خارج از پورتلند نصب شده. این مرد همه چیز زیر سقف این وسیله حمل و نقل دارد و از سپری کردن روزها در آن لذت می‌برد. کلبه‌ای منزوی روی یک کوه. سال 1978 تیمی متشکل از چند زمینشناس خانواده‌ای 6 نفره را در چند کیلومتری محدوده آباکان روسیه کشف کردند. آنها به خانواده لیوکوف مشهور شدند. ماجرا این بود که در سال 1936 زن و شوهری به دلیل آزار و اذیت و ظلم دینی از روستا فرار کرده بودند و 40 سال را روی کوه‌ها و تنها در یک اتاق گذراندند. آنها مجبور بودند برای زنده ماندن رژیم غذایی حاوی سبزیجات و در درجه اول سیب زمینی بگیرند. آنها تا اواخر دهه 50 هیچ گوشتی نخوردند تا اینکه یاد گرفتند چطور باید چه کار کنند. اما پس از کشف این کلبه، 3 کودک لیوکوف در عرض چند روز یکی پس از دیگری جانشان را از دست دادند. پدر آنها در سال 1988 درگذشت و تنها یک فرزند به اسم آگافیا باقی ماند که هیچگاه حاضر به ترک کوه نشد و 25 سال دیگر همانجا زندگی کرد. اقامت در یک اتوبوس مدرسه. بودن در چنین جایی میتواند یک تجربه وحشتناک باشد، به خصوص که بدانیم 2 کودک در آن ساکن شدند. ماجرا از این قرار است که روزی یک کارمند پست در تگزاس وقتی از سر کار برمیگشت 2 کودک کثیف و تنها را دید و در صدد کمک به آنها برآمد. او با مقامات بهزیستی تماس گرفت. دختر و پسر 11 و 5 ساله به دلیل آنکه پدر و مادرشان در زندان به سر می‌بردند بی خانمان بودند. آنها در یک اتوبوس متروکه‌ای که در قسمت زباله مانندی پارک شده بود اقامت داشتند. زندگی یک دختر در جنگل. همیشه هم انتخاب مکان زندگی دست خود آدم نیست. انتخاب محل حیات، آن هم در شرایط دشوار، دقیقاً همان اتفاقی بود که یک دختر کامبوجی 8 ساله تجربه کرد. او در این سن گم شد و 19 سال بعد در طبیعت جنگل ها پیدا شد. روچون پنگینگ که مجبور شده بود همه نوجوانیش را لای درختها بگذراند، یک بار وقتی برای سرقت برنج از یک روستا از جنگل بیرون آمد توسط یک روستایی دیده شد. تصویر یک انسان نیمه حیوان توصیفی بود که آن مرد از رخم داشت. پلیس سعی کرد درباره او تحقیق کند، اما ابداً نمیفهمید او چه میگوید. در نهایت پدر رخم او را توسط زخم‌هایی که روی تنش بود شناخت. پس از پیدا شدن این دختر سالها روی زمین میخزید و هیچ لباسی را روی تنش تحمل نمیکرد. در نهایت بار دیگر از روستا گریخت و به خانه همیشگیش جنگل پناه برد. اقامتگاه قابل حمل. زمانی مرد جوانی تصمیم گرفت از شهر شنژن که زمانی برای کارگری به آن مهاجرت کرده بود به زادگاهش یعنی شهرستان رونگان برگردد. مسافت زیاد بود و او هیچ پولی نداشت، پس فکری به سرش زد. او با بامبو، کیسه های پلاستیکی و ملحفه برای خودش اتاق قابل حملی به پهنای 5.1 متر و ارتفاع 2 متر و وزن 60 کیلوگرم ساخت تا بتواند با آن مسیر برگشت را پیاده طی کند. به طور میانگین در روز 20 کیلومتر راه میرفت و برای تهیه مخارجش هم به جمع‌آوری زباله میپرداخت. هتلی خاص روی یک دژ دریایی متروک. برخلاف تایتانیک که زندگی در آن برای همه رویایی به نظر می رسد، زندگی روی آب همیشه هم اینطور نخواهد بود.
اسپیتبنک سال 1982 بازنشسته شد و از آن زمان تا سال 2010 دژ دریایی او محل سکونتش بود. حالا ملک او به هتلی دارای 8 سویت، یک استخر روباز و آب گرم و یک بار در پشت بام بدل شده است. صاحبان جدید این فضا حالا تحولات خوبی در آن ایجاد کردند. اگر شما هم علاقه‌مند به زندگی در این اماکن مسکونی هستید، بد نیست بدانید که حدود 10 فانوس دریایی قدیمی برای خرید وجود دارند که عجیب‌ترین خانه‌ها رویشان سوار است. خانه‌ای با دیوارهای شفاف. اگر گمان می‌کنید چیزی برای پنهان کردن ندارید، بعید نیست که خانه‌ای شفاف در توکیوی ژاپن برای شما جالب باشد. دیوارهای خارجی، سقف و حتی دیوارهای بین اتاق‌ها در این خانه همگی شفاف هستند. هیچ حریم خصوصی در این خانه تعریف نشده و فقط دیوارهای دستشویی و حمامش غیر شفافند. سکونت در غار. شاید به نظرتان تنها باید رئیس یک فرقه بزرگ باشید تا در غارها پناه بگیرید. اما این مکان فقط برای افراد جدا از جامعه نیست. اقامتگاه‌هایی در دل غارها وجود دارد که به فروش میرسند. اگر دوست داشته باشید یکی از آنها از آن شما باشد، باید مطمئن شوید که نزدیک 2 میلیون دلار درآمد دارید. خانه غارهای آریزونا مکان بسیار مناسبی برای زندگی است و همه امکانات روزانه زندگی را دارد. در واقع از بیرون فقط یک غار در دل کوه است، اما وقتی پا به درون این خانه ها بگذارید با یک فضای فوق مدرن روبرو خواهید شد. کوچکترین منزل دنیا. طراح این بنا فردی بود که به کشور آلمان پناهنده شد و او تصمیم گرفت جایی برای زندگیش بسازد. کوچکترین خانه جهان امروز به نام او ثبت شده. این فضا فقط 1 متر مربع مساحت دارد. یک اتاق برای نشستن و خوابیدن، یک در قفل‌شو، یک میز جمع‌شو و یک پنجره. این خانه فاقد حمام، آشپزخانه یا تسهیلات دیگر است. سال ساخت آن به 2012 برمیگردد. خیلی ها احتمال می دهند که این سکونتگاه آغازگر نهضت ساخت خانه های کوچک در سرتاسر آلمان بوده است. خانه‌ای به عرض 92 سانتی متر. از عجیبترین جاهایی که کسی در آن سکونت دارد، باید به ساختمانی که در فضای باریک میان 2 ساختمان دیگر ساخته شده اشاره کنیم. در شهر ورشوی لهستان این خانه 92 سانتی متری حیرت بسیاری را در بر داشته و حالا بسیار معروف است. معماری خاص و هنرمندانه آن نظر شما را به خودش جلب می کند. تصور زندگی در 92 سانتی متر چقدر برایتان باورپذیر است؟ اقامت در صومعه معلق شوانکانگسی. 5 کوه مقدس در بخش کوهستانی چین وجود دارد که به معنای واقعی کلمه باید آن را صومعه‌ای معلق روی هوا بنامیم. در روزگارانی دور عجیبترین تکنیک‌های مهندسی در این کوه‌ها به کار برده شد تا بدل به خانه‌هایی عجیب شوند. اما چرا در گذشته افرادی چنین جایی را برای زندگی انتخاب کردند؟ به نظر می‌رسد دلیل ساخت شوانکانگسی به دلیل کاربرد دفاعی آن در برابر متجاوزان و یا سیل بوده است. اما در واقع این راهبان چینی بودند که برای اقامت در سکوتی محض چنین سطحی بالاتر از زمین را برگزیدند. گفته می شود صدای پارس کردن سگ، ناله کودک و حتی صدای خروس هنگام طلوع خورشید در آنجا ممنوع بوده است. در حال حاضر این شهر عمدتاً یک جاذبه گردشگری است. البته سرایدار آن هنوز در همین غارها و سالن‌هایش زندگی می کند. زندگی در تونل‌های زیرزمینی. در فاصله چند متری با ساختمان‌های شهری لاس وگاس تونل‌های زیرزمینی وجود دارند که مردمی مدت هاست آنجا روزشان را می‌گذرانند. در واقع این کانال‌ها محل زندگی بیخانمان‌های محلی است، اما تصور نکنید در این مکان فقط با فقر و بیچارگی مردم ساکن در آن روبرویید. روی دیوار کانال‌ها پر از نقاشی‌ها و آثار هنری زیباست. زنان آنجا بچه به دنیا می‌آورند و زن و شوهرهایی با امکانات کامل زندگی آنجا مشغول روزمرگی‌اند. اقامتگاه عجیب کاسادو پندو. معنای این اقامتگاه خانه سنگی است. در کوههای فافه در شمال پرتغال یکی از عجیبترین مکانهایی که انسان برای زندگی انتخاب کرده وجود دارد. در ابتدا دیدن تصویر آن یک عکس دستکاری شده به نظر می آید، اما همه چیز آن واقعی است.
سال 1974 یک مهندس کوهنوردی به نظرش آمد که میتواند از 4 تخته سنگ بزرگ فضایی برای سکونت بسازد. هرچند که پس از او سالها این خانه به دلیل انزوا هدف خرابکاری و سرقت قرار گرفت، اما طراحی غیرمعمول آن امروز باعث شده که گردشگران زیادی برای دیدنش بروند. اگر این ویدیو را دوست داشتید آن را لایک کنید و در قسمت کامنت ها نظرات و دیدگاهتان را با ما و دیگران در میان بگذارید. ارسال این ویدیو به دوستانتان میتواند برایشان جالب باشد.